مزایا و معایب خودروهای برقی. Let's go. خب درود به همه شما عزیزان. تو این ویدیو قراره در مورد خودروهای برقی بگیم. اول از مزایای این خودروها میگیم، بعد میریم سراغ معایب خودروهای برقی. اول این مزایای ماشین‌های برقی اینه که خودروهای برقی هیچ آلاینده‌ای تولید نمی‌کنن و برای محیط زیست مشکل ایجاد نمی‌کنن. یکی از مزایای دیگه این ماشین‌ها توی بحث نگهداری و هزینه‌شون هست که من توی یک شورت ویدیو از لحاظ نگهداری مقایسه‌اش کردم با خودروهای بنزینی و اگر دیده باشی می‌دونی که چقدر کم هزینه هستن. یا اونم به خاطر اینه که نیازی به تعویض روغن نداره و هزینه شارژ کردنش کمتر از ماشین‌های بنزینی هست که میتونید برید الان توی کانال ما و ویدیو رو ببینید. همچنین خودروهای برقی نسبت به خودروهای دیگه خرابی کمتری دارن. نکته بعدی اینه که ماشین‌های برقی گشت‌آور خوبی دارن و همین موضوع سبب شده که شتاب و سرعت بیشتری داشته باشند و خیلی سریع و پرشتاب هستن. مزایای بعدی این خودروها اینه که صدای کمتری دارن و میشه گفت تقریبا هیچ صدایی ندارن که این میتونه هم خوب باشه و هم بد، چون کسایی که عاشق صدای قررش موتور ماشین هستن و اگزوزاش هستن دیگه توی ماشین‌های برقی خبری ازشون نیست و خوبی که داره برای کسایی هست که دنبال آرامش بیشتری هستن، چون صدای خیلی کمتری دیگه توی کابین میاد و یکی از خوبی‌های دیگه‌ش هم اینه که محیط رو به هم نمیزنه چون صدای زیادی تولید نمیکنه. خب تا الان که در مورد خوبی‌های خودروهای برقی گفتیم، حالا ببینیم که خودروهای برقی چه معایبی دارن که آخریش خیلی مهمه. اولیش اینه که قیمت خودروهای برقی بالا هست، اما چون تقاضا برای خرید همچین ماشینایی داره زیاد میشه و تکنولوژی هم هر روز داره پیشرفت میکنه، قیمت خودروها رو به کاهش هست. دومین مورد اینه که ایستگاه‌های شارژ هنوز توی خیلی از کشورها به خصوص توی ایران کمه که این موضوع میتونه باعث بشه که برای سفرهای طولانی مشکل ساز بشه. مشکل بعدی اینه که زمان شارژ کردن خودروهای برقی خیلی زیاده که اگر بخوایم با ایستگاه‌های شارژ سریع ماشین‌ها رو شارژ کنیم تا 1 ساعت یا حتی بیشتر هم طول میکشه. خب مشکل بعدی این هست که خودروهای برقی معمولا مسافت زیادی رو نمیتونن طی کنن نسبت به خودروهای بنزینی. اگر کسی بخواد مدام رانندگی کنه و با اون شارژ کردنش که خیلی طول میکشه ممکنه مشکل ساز بشه. مشکل بعدی که کمتر کسی ازش میدونه اینه که برای تولید باتری این خودروها باعث میشه که یک سری گازها که برای کره زمین مضر هست آزاد بشه و به محیط زیست آسیب بزنه، اما با این حال قطعاً آسیب این ماشین ها به محیط زیست کمتر از خودروهای بنزینی و دیزلی هست. در کل اگر بخوایم یک جمع‌بندی کنیم اینه که خودروهای برقی خب مزایای خیلی خوبی دارن، اما اگر معایبی را که گفتم رو بتونن از بین ببرن یا بهبودش بدن این کار شدنی هست. قطعاً خودروهای برقی انتخاب خیلی مناسبی میشه. حالا شما نظر بدید که خودروهای برقی رو دوست دارید یا نه. مرسی که از ما حمایت میکنید. اگر به مطالب خودروی علاقه دارید کانال منو سابسکرایب کنید و میتونید اون زنگوله هم بزنید تا وقتی که من ویدیو منتشر کردم با خبر بشید. ممنون از همراهیتون.